آینده‌ات همراه فرهاد میرود. تو تمام شدی، تمام. حیوان! خونی در رویت بوده را با دقت نگاه کن. وقتی که کارم با تو باقی رسد در وجودت یک قطره خون نمیماند. این را گرفته و نزد ماشین ببرید. حالا خودت دوان میایی. گل و دقت همه گروه ها. فرهاد سگ را دستگیر کردید؟ روبو یک منفی، روبو سه نمایان شد. روبو تو هدف رو اخموم کردید. ناعهده براها.
حالا میبینی فرهاد آلات ثبت آواز را به یگان جای داده نمیتواند. برای آن که او را در 4 طرفی کشور همچون خائنی وطن جستجو میکنند، حجت های در دست داشتهاش را نیز میگیرند. حالا میبینی هر دو مرا کشید گفته به من تولا میکنید. شما دو احمق برای خاطری عشق وطن مرا نکشتید، حالا پشیمان میشوید. هر دویتان را نابود میکنم. تو خود رو به زوال میشموری؟ کلیج دهن؟ فراموش نکن، از تو بزرگتر خدا هست. بسیار خوب. وجدان ها؟ میبخشی؟ من وجدان ندارم مفشی شتیم. اگر خواهی که راحت کنیم به دعاخوانی شروع کن، اما فایده کردنش را خدا میداند. ظلمی به تو میکردن را شیطان بیند، باور کن که برای گریختن سوراخی را جستجو میکند. برای گپ زنوندن تو چی کارها کردنم را تو هم دیده حیران میمونی. برای من شکنجه اساسی به سیموی قاتل اکرم بلال نگاه کردن بود. اگر مرا پاره پاره کنی هم چیزی نمیگویم. قماندان، قماندان خوب هستید؟ سرده، زود از جایت برخیز. اگر به دشمنم دستی رسد، این باید ضربه مشت باشد. خود را شناس کن. آیشه اردک ارزروم، امر کند قماندان. آیشه اردک ها؟ یک طرفی است. این را زود ببندید. مرا سردید. حالا تو مراغ ظاهر کرده ای که این نو شاگردها برای چی به اینجا آمدن؟ زود میگویم. به تو کاری میکنم که خوک آبی میشوی. تو را به مانندی موش به آنها جراحی میکنانم و تماشا میکنم. به تو بر این خاین تنها همین میزیبد. به عذابهای اول آماده ای گل؟ شبکه یکمی رادیوی ترکیه باز با شماست. من جنگیز کان سرود نوبتی را با اویله یکیف از کارس ارمغان میکنیم. سالها از قفای من نیرنگ کردید. مرگت آسان نمی شود گل. از پشت من خنجر زدید. هر روز عذاب آن را خواهید کشید. تو را آهسته آهسته پرسجو می کنم. برای همین مزهش را بیچش. به قفا تکیه کرده کمی راحت کن. قانون یکمی پرسجو. هیچگاه به دشمنت رحم نکن. قانون دویمی پرسجو. تا گپ نزند نمیکشی. قانون سیومی پرسجو. تا فهمیدنی درست بودنی گفتهش میزنی. نو شاگرد به پیش برا. آیشه اردک ارزروم، امر کند قماندان. بزن. اما جناب او قماندانی من است. نو شاگرد به تو بزن گفتم. و امرم زید هستی.
گذر. اطاعت قماندان. بزن. بزن. اگر از احمقها تسبیح سازند به هر حال سردانه تسبیح تو می شدی. به بیرون برا، به ما خوراک بیار. دفشو. اطاعت قماندان. دیدی؟ اویله دیسپانسولا در یک لحظه ویران شده. سفسطه نخوانی پیک. بارها آیید این صحبت کردیم. آخری تنها در کاغذ است. انا ببین برگشته به خانه همون آمدیم. فرزندی اویله ویران شده خاموش می شده است. خود را به عرق و نشعه فدا می کرده است. ای پسرم طریق جان، هرگز با چنین راهو گرفتار نشوی باز. اینقدر بیهوده نلقی پیک. مگر این کودک است، یک جوان مردی بر کمال است. برای چی به این راهها گرفتار می شود؟ برای چی به این راهها گرفتار می شده است؟ آفرین پدر جان. من مرد صاحب کاروبار، آینده هم درخشان است. در آینده به قله‌های بلند می رسم. من جناب طریقم. باز از اون قله نافتی؟ چیز حالا اویدی کاروبار گپ زدیم. اکنون صاحب نوی شرکت من هستم. اما این هم در روی کاغذ است. من روی کاغذ رو نمیفهمم هلدون جان. تو این شرکت رو 2 مرتبه مفلس کردی. مفلس کردی؟ پس از این لحظه تو رو عهده‌دار نکرده خودم رو شرمنده نمیکنم. من بعد راهبری همه کارها در دست من است. ای پیک، تو از راهبری شرکت چرا میفهمی؟ تو حالا فهمیدن یا نفهمیدنم رو میفهمی. برخیز رفتیم. با کجا؟ به نزد پیچلی. چی؟ پیچلی؟ بله، رفتم میبینیم که این زن چی کار میکند، چی حال دارد. نه، اون زن دیوانه است. دیوانه. برای چی میرویم؟ فایز قرضی که داریم کم کردنش رو خواهش میکنم. زبانی زن رو زن دیگر خوبتر میفهمد. اکنون برخیزید میرویم. امو میارم، بعدا میگم میارم. باز فریب نکنی. آنگاه رو پشیمان میکنم. نه نباید روید، اجازت نمیدیم. برای چی پسرم؟ چون که وای این خیلی است مادر جان. آن زن بسیار زنی خطرناک است. اگر به شما یگان کار کند من چی کار میکنم؟ پسرم تو مادرت رو حالا هم نشناخته ای. خطری آن زن به من گذران نیست. زود هلدون برخیز میرویم. مادر خوراک است؟ در یخدان دالمه هست. بس است. یک طرف ایستید. اتحاد نو شاگردان نه، اتحاد احمق هاست. قانون یکم چی بود؟ با دشمن رحم نکن. این طور که باشد چی کار میکنیم؟ و دشمنمان رحم نمیکنیم. این طور.
حالا همه خوراک تناول کنید. روید. تو ایست. اردک تو در نزدش می ایستی. به هوشایت دوام می دهید. روید. ارتش احمق ها. حرکت نکنید، میپرانم. کان کدومی از شماست؟ کان کدومی از شماست؟ اینجا بیا. بیا بیا. هماتون با بیرون برایید. با بیرون. با درون درایید. درایید. درو قلف کن. ака агар барои қарзи гумуш омада бошед бегоҳ ҳал мекунам. илтимос маро напаронед. چه خیل قرض؟ حجره نشریات کجاست؟ راه گرد. ака илтимос напаронед. ана ин пулҳоро гиред. боқӣ мондаашро бегоҳӣ медиҳам. пулат ро ба кисаат гузор. ман ба пули ту эҳтиёҷ надорам. пас чӣ дард доред? аз ман чӣ мехоҳед? инро паҳн мекунӣ. شمارا با زنم شناس میکنم. زنم ایپک، خانم پچلی. هی بسیار به هیجان آمدم. هالدون اویدی شما بسیار سخنهایی نگفت. بسیار خرسند شدم. گذارید شنید. من حصه های شرکت جاندن را به خانم ایپک سپاریدم. او خواست که با خانم پچلی بخورد. هالدون جان، اگر خواهی من خودم فهمانم. خانم پچلی جان، صاحب نوی جاندن هولدین من هستم. البته کار جمع شده است. من کوشش میکنم که همش رو حل کنم. سخت کار میکنم، اما اولی این سرکاری فایز قرضی که از شما گرفتیم ما رو به حالت ناگوار میگذارد. من از هالدون خواهش کرده گفتم که اویدی فایز صحبت کنیم، شاید پستر شود و ترتیبات پرداخت را معین کنیم. آخر شما هم میدونید که ما صاحب کار زنها در بین این مردها باید با پا راست ایستاده خدمت کنیم. همین خیل نیست؟ من فکر کردم که اهالی زن رو زن میفهمد. شما ما رو با فکرم نغزکک فهمیدید خانم پچلی جان. اداره کردن شرکت با شیرینی پختن مانند نیست. با پرداخت کردن مجبور هستید. فهمیدم که جناب هالدون با شما فهمانیده نتوانسته است. خودم میفهمونم. اگر قرض دار باشی یا میدهی یا با زوری میگیرند. در دنیای تجارت زن و مرد فرق نمی کند. احمق ها و با عقل ها هستند. احمق ها گپ می زنند، با عقل ها باشد کار می کنند. حالا گپایتان تمام شده باشد. می خواهم که از پسی کارم شوم. این طور باشد ما می رویم. ناراحت کردیم. ایپک،
پدر؟ جانان کماندان 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 گل کماندان خوب هستید کماندان 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 خوب هستید من در کجا هستم؟ در آستانه دری یکم جهنم هستی. چی شد نوشاگرد؟ برای من این لعنتی را به هوش آورده ای. به بیرون برا، به چشمم ننما. رو از مردن نمی ترسم کلیچ. با من چیزی که خواهی بکن، اما فراموش نکن فرهاد به تو از این هزارها بدترش رو میکند. قصاصی همه ما رو میگیرد. آن وقت به ارمان میمیرم. آخر تمام شد گل، تمام شد. کجاست آن فرهادی دوست داشته؟ ها؟ بین، با حجتی در دست داشتهش نه با تلویزیون و نه بر روزنامه رفتن نمیتواند. فهمیدی؟ او در کجاست؟ یا این که تو را ترک کرده گریخ؟ ترک کرد. به عشق بزرگ شما چه شده؟ ها؟ گریخت، همین خیل نیست؟ کماندان چی میگویی زفر؟ کماندان تو مگر نمیبینی که مجلسی مهم دارم؟ ها؟ مکان فرهاد را فهمیدیم. عالی. کمی پس ثبت آواز رو شما میشنوید که از آن گنرال پاکونی کلیچ دهن است. با شخصانی که نمیدونند کمی آیدی او نقل میکنم. کلیچ دهن خونخوار گذشته و حاضر این کشور است. عملیات هایی که در اساس شیطان کرد همش ناقانونی بوده، خائنانه است. لعنتی. با ثبتی آواز کلیچ دهن یک قسم جنایت‌های کرده‌اش را اعتراف کرده است. اینها تنها سیمای دیده شونده اش است. من بعد به این مرد بس کن گفتم قرض هر یک فرد است. حلال باد به تو پسر، حلال باد. خدا پیش راحت را کشاید. طوفان در اینجا نیست. او را هیچ نمیابی. اگر او را هم دستگیر کنی با مانند سلیح کرد، با مانند سرحلویگر او را نیز قاتل میکردی. حسن جان، کلیچ یک فریبگر در بوده این است. کارها کی نیت میکند و به کی نصیب میکند تو خوب در سر این دنیا میدانی. به هیچ کس باور کردن نمیشه. اکنون به جای طوفان تو را به نزد آنها میفرستم. میخواستم که طوفان هم آیا در آنجا کلیچ باشد دهن و مکار هم بوده باید است؟ در آن دنیا هر چهارتان به هیچ بازی کس باور میکرد. کردن ما نمیشه. گمان کردیم او قهرمان است. یگان کار دیگر آدم را کردن فهمیده نمیشود. نمیشده است. تو هم آهسته آهسته وزنین شده میروی. من به شما گفته بودم میخواهی که در رهبری راست ایستاده بمیری. خب من تو را با پا میکشم. فرام کلیچ، فرام. چه من کلی به که شما جلد گفته بودم سکین را فرام. ناممکن است. نباید کماندان کلیچ باشد. سرویت کشل را من به شما کشته. گفته بودم او آدم نمیشود. فرام، فرام. تو اینها را از کجا میدانی حیوان؟ تو تنها آنها را کشتی.
جکیجا یا گنای ارچان تشکیران نایم اوخور افسرانی که شهید کردی با مانندی قربانی فروخته شده با مانند احمد کرگل مرا باران قلیچ با مانند حمزه گونیا که سالها پیش قتل کردی مرا نیز باران حمزه گونیا بمیر. خوب این طور که باشد پدرون چشمانم با دقت نگاه کن برای آن که از این پیش کشته هایم به چشمانم نگاه کرده مردند و در آنجا چی را دیدند میدانی؟ دوزخ را. کلیج دهن خائن وطن است. برای کی بودن او این ثبت آواز به ایست بهر شما صدا میدهد؟ فرهاد سگ فرهاد تو هم در چشمان من دوزخ را میبینی. انتظار شو. جانان ایستید به من نزدیک نشوید. ای دختر تو در اینجا چی کار میکنی؟ اصلا شما در اینجا چی کار میکنید؟ جانان دخترم بیا به خونه رویم در اونجا صحبت میکنیم. خانه من همینجا است. از این برمیاد که تو با این جوانی بدبخت یک جا شده در اینجا پناه شده. نفری که پدرت را به گرداب قرض گرفتار کرده است باز در نزد توست. چی شد؟ مگر همراهی این همکاری کرده از قفای پدرت چه میکنی؟ گپ زن. حیفی تو که گمان کردی همه مثل خودت است. سیاهی دلت از زبان افلاست معلوم است. قانون پیچلی با من کاری کرد که پدرم نکرده است. مرا حمایه و دستگیری کرد. در روزهای وزنینی دستی یاری دراز نمود. آن وقت شما کجا بودید؟ تا امروز برای من چه خوبیه کردید؟ جانان من پدرت هستم. تو رو تا این سن و سال من کلان کردم. من تو رو کلان کردم. کلان کردید؟ بله. اما در عالم مکر و دروغ مرا در حسرت مادرم به وای رسانیدید. ای کاش مرا از مادرم نمیدزدیدید. کاش من اصلا شما رو نمیشناختم. رفتیم. تو در اینجا کاری نداری. با تو کارهای کردت و شکنجه های کردت رو فکر کن گفته بودم هالدون. میبینم که چیزی رو فکر نکرده. با اینجا با پای خود آمدید یا با پای های خود میروید یا اینکه فهمیدم. بسیار خوب فهمیدم. راهگرد میرویم اما این صحبت در اینجا خاتمه نمییابد. غمگین نشم من بد من هستم. و من فرهاد سگ را بیاره. زود باشید. جناب وزارت مدافعت در حالت ناگوار است. عاجلا میخواهند که شما را ببینند. حالمان بد است. باید با آرکچی واخوریم. قماندان خوب هستید؟ آنها در کجاند آیشه؟ به من بگو به کجا رفتند؟ فرهاد طریق رادیو ثبت آواز جناب کلیچ را کرده است. همه‌شان با اونجا رفتند. در آخر تمام می شود. شکر میکنم. این به دیگر افلاسی هایت مانند نیست کلیچ. از این راهی خلاصی نیست. تمام شدی. این بعد همه‌اش تمام شد.
آرکچی تمام نشد، برعکس نوسر شد. بیهوده کوشش نکن کلیچ. پس از این کسی به تو باور نمی کند. مرافعه در صورت حربی برپا می شود. تو شکر کن که حکم قتل سال هاست قطع شده است، وگرنه در دار جسدت بوی می کرد. آرکچی تا من تمام نگویم تمام نمی شود. تا من تمام نگویم تمام نمی شود. گذشته تاریکی پدرم یک فاش می شود بیاس. برای تو نگاه کرده نمی توانم. فهمو آخر تو یگان کاری سرخم کننده نکردی. باز تو خود نگفتی که انسان اویلاش را انتخاب نمی کند. من مثل پدرم نمی شوم گفتی. این تو باشد برخیز. به نزد من راست است. برخیز. از نسب دهان شر میکنم بیاس. شر میکنم. میفهمی؟ فهمو ولی از دستمون یگان کار نمی آید. نسبی تو رو میگیرم. نسبی مرا؟ بله نسبی تو رو میگیرم. زود با من شناسنامه‌ات رو ده. زود. پگاه زود اویله دار میشویم بیاس. نمیخواهم که وقت بسیار را صرف نمایم. فهمو سواش آخر در یک روز چه روزی نکاح را تعیین میکنی؟ خاطر نشو بار اول و آخر نسبی دهن فایده میارد. با کمک یک دو نفر این کار حل میشود. پگاه اویله دار میشویم. فهمیدی؟ فهمو اما حالا به خواستگاری من ناومدی. خواستگاری کردن؟ از کی؟ فرهاد در کجا؟ در کجاست؟ خب این طور که باشد به درون چشمانم با دقت نگاه کن. برای آن که از این پیش کشته هایم به چشمانم نگاه کرده مردند و در آنجا چی را دیدم بدانی؟ دوزخ را. با من جواب ده. فرهاد لعنتی در کجاست؟ تیر از کمان جسته است. باید یگان کار کنیم. با فرهاد باید کمک کرد. فهمو لیکن چیکار میکنیم؟ خلیج فرهاد را جستجو میکند. او را زنده نمیماند. خدا میداند که فرهاد در کجا پنهان شده است. فرهاد پنهان نمی شود. آرام نمی ایستد. برعکس او به ریشه کلیش نزدیک می شود. ما را پیدا می کند. با چه راهی نباشد ما را آگاه می کند. کم مانده است. می دانم. انشالله. چند قاشق شکر علاوه کردی؟ تو فرهاد سوختم بخواه. کلیج دهان خائن وطن است. برای کی بودن او این ثبت آواز به ایست بحر شما صدا می‌دهد؟ با کارس رفته بودند کو. در آنجا باید ما را انتظار می‌شدند. ما را فریب کردند. برای آنکه همراهشان نروم فریب کردند. اوه اکا اوه. شما حقیقت را میدونستید ها؟ چرا این را از من پنهان کردید؟
برای چی نگفتید؟ ها؟ چرا؟ акад барои наздиконаш худро фидо карданро интихоб кард. ба ҷои вай ту мебудӣ чӣ кор мекардӣ? فرهاد آمدنت را میدانستم. خدا را شکر. خوش آمدی پسرم، خوش آمدی. چی حال داری فرهاد؟ خوب هستی؟ خوبم اکا حسن. شما چی حال دارید؟ 3-4 زخم گزیدنی پاشا. چی ها شد فرهاد؟ کلیج مینبد کی بودنم را میداند. ما را بدان گرفتار کرد. گل را دستگیر کرد. او را باید پیدا کنم. اما در کجا بودنش را نمیدانم. برای همین باید زودتر حرکت کنم. چقدر که بر وقت کلیج را نیست کنم، همانقدر فرصتی نجات دادن گل را به دست میارم. سراسیمه نشو پسرم، سراسیمه نشو که هنگامی سراسیمگی شیطان به دامش گرفتار میکند. اولا آرام شو پسرم. سال هاست این روز را تو انتظار شدی. برای این لحظه چندین کس شهید شدند. زخمی که در دل است روز شفا می‌یابد، لیکن زخمی وجدان باشد هیچگاه شفا نمی‌یابد. اگر گپ در سری وطن و مردم باشد، حتی دادرت باشد، هم 10 مراتب فکر کرده 1 مراتب اجرا کن پسرم. مادامی که تقدیر این کار را تا اینجا آورد، به مانند پشه‌ای که نمرود را نابود کرده است، فرصت و وقت را به صاحب کار بمان. خلیج، این خلیج است. امروز دامی که به من ساختند همه شاهد شد. تا امروز بعض گفته هایم را منتج کردند، به مردم پیشکش کردند. با ثبت آواز ناچیز خواستند که مرا خائن وطن خوانند. اما من باشم افسری هستم که برای این وطن در هر منطقه‌اش خدمت کردم. با تروریسم مبارزه کردم. زد و خورد شد، تیر خوردم، لیکن یگان تای این به مانند افسرانی که شهید شدن مرا غمگین نکرد. من بر این افسری که عاشق وطن است به بدنیتان معقول نخواهد شد، چون که من شرق و غرب نگفته، دین و زبان و نژاد پرستی نگفته طرفدار صلح و ثبات هستم. برای آن که من نبیره شخصی که در این سرزمین شهید شده است. در رگهایم خون پدرهایمان جاری است. جانان گفتن دخترت با آن ایزی بدبخت همراه شده، از قفای تو برایت چاه میکنن. مین با چشمانت را کشاده حقیقت را ببین هلدور. بس فرزندانم را نگذاشتی که با راحت باشند. گوش کنی پک، دخترم و ایت را نیز ناراحت نمیکنی، وگرنه روزت را نشان میدیم. چیکار میکنی؟ بگو چیکار میکنی؟ و من این دام را این امک کلیش است. دختکی بعض خارجی ها ایاز کنیال و فرهاد کنیال گذاشتند. در هر طرفی کشور رسمهایشان را پهن کردید. این کشور را تقسیم نخواهید کرد. این را بدانید. شاید یگان روز من نیست می شوم، اما تا دمی که دنیا هست ترکیه هم ارزی هستی خواهد کرد. کلیچی به ناموز باز کارش را کرد. ربودن گل کم نبود که حالا حیات ایاز در خطر است. ثبت اصلی را داری؟ این دیگر یگان فایده ندارد. ببینید که این به ناموز همه چیز را این کار میکند. این را برای سنجش آواز به آزمایشگاه خارجی میفرستیم. ساخته نبودنش را اثبات میکنیم. اینقدر وقت نداریم. این حادثه را دیر نشده باید پیشگیری کنیم.
агар халқ ба дурӯғҳои килич бовар кунад, он вақт мо ҳама чизро аз даст медиҳем, ҷаноби Тасим. ҳуҷҷатҳое ба ман додаат ҳаст, писарам. ӯро бо силоҳи худаш шикор мекунӣ. дуруст аст, амаки Сарроф. агар боз инкор кунад, боз халқ ба мо бовар накунад чӣ? мардуми мо бовиҷдонанд. албатта пас аз як муддат мефаҳмад. мо вазифаамонро бикунем, албатта худо роҳ нишон медиҳад. шхиде ки ҳавои абр нокушода шуда ногаҳон ҳама ҷой равшан мешавад, инчунин ягон зулм дар рӯи замин бардавом намондааст. ман боварӣ дорам ки худованд ногаҳон корҳои муҳимро анҷом мебахшад. барои ҳамин гар худо насиб гардонад, ҳар кор осон гардад. халқ уҳдадориашро кунад, аз худо эҳсон ёбад. бояд диламонро кушод кунем, Фарҳод. рост мегӯед, амаки Сарроф. худо аз шумо розӣ бошад. аз ҳамаон розӣ бошад. ин тавр бошад, ман ин шом нишасти матбуотиро ташкил мекунам. дар тамос бошед. худо роҳамонро боз кунад. омин. омин. бояд он ҳуҷҷатҳоро зуд пайдо кунем, Зафар, вагарна моро зери по мекунанд. алло ҷаноби қилич, салом. ман ипек ҳастам. каме пеш тариқи телевизион шуморо тамошо кардем. эй зан, матия хонданро як тараф гузор, кори бисёр дорам. фаҳмо, истед, хомӯш накунед. ман ҳамчун инсони ватанпарвар хостам ба шумо макони Аязро бигӯям. ҷои Аязро медонӣ? дар назди Печели гуфтани зоғи сиёҳ аст. Печели? бетарбия. ҷои Аязро пайдо кардем. ӯро барои дастгир кардани Фарҳоди Саг истифода мекунем. ту ҳоло барои гап занондани гул ба он ҷой меравӣ. командон, гул ва Фарҳодро шумо тарбия кардаед. ба фикри ман гул мемираду гап намезанад. шароби аҷамро деҳ, ба монанди булбул месарояд. хавотир нашав, дар ин ҷоист ман мефароям. تو به این جوان باور میکنی دخترم؟ به عوض شدنش باور میکنی؟ акаи халил ҳам бо чашмони худ дидан. ба фикри шумо агар иваз намешуд ин қадар некӣ мекард? пас набошад, дуруст аст. соҳиби ширкати бузург аст, аммо ӯ аз ҳама чиз даст кашид. ҳатто қарор дод ки ба ин маҳалла кӯчад. ку майлаш, агар ту ба ин розӣ бошӣ, пас мо ҳам розием. ин хел бошад ҷеғ зан ӯро ба хостгорӣ биёяд. юсуф чӣ? вай чӣ мешавад? аниқ ин дафъа девонагӣ мекунад ва касе ба ӯ монеа шуда наметавонад. ман ӯро фикр накарда будам. ҳама чиз барои ӯ нав шудааст. ҳоло чизе ки гӯем намефаҳмад. туро ба ман вогузор. 1-2 соат ба ягон ҷо равон мекунам. ҳамин тавр ҳамаш ҳал мешавад. ё ин ки маросими хостгорӣ гузарад, ба наздам ҷеғ мезанам. бале, ин беҳтарин роҳ аст. шумо равед, тайёр шавед. рафтем. худо аз шумо розӣ шавад. модару падар надорам, лекин худо шуморо ба ман додааст. албатта мехостам ки акаҳоям низ бошанд. дасти онҳоро низ буса карда розигиашонро мегирифтам. маро бо либоси сафед аз хона мебароварданд, аммо нашуд. аз ҷону дилам, албатта ҷои модаратро гирифта наметавонам, аммо маро ба ҷои модарат бидон. модарам Сидиқа. гӯш кунед. бо ин пул 10 шиносномаи сохта тайёр карда мешавад. пулро ҳалол кунед. дафтарчаи ақди никоҳ ба аслиаш монанд шавад. каме мусиқӣ ва санъаткории сохта оварда шавад, гӯё ки барои хотири ман маҷбурӣ омада бошанд.
маъмури никоҳро хуб интихоб кунед, хуб ҳунарнамоӣ кунад. амак бачам дар донишкадаи санъат мехонад, ӯ маъмури никоҳ мешавад. яъне намоиши театрӣ мекунем? айнан ҳамин хел. аз маросими никоҳи ҳақиқӣ фарқ накунад, фаҳмидед? хато накунед. равед. ин хел намешавад. ман барои ёфтани акаам меравам. аяз ист. истед, дар омадан мумкин нест. зафар накун. ин доруро ба ман наде. аз сарам парон, аммо ин доруро наде. агар ман накунам қилиш мекунад. бо розигии худ гап зан. аммо медонам гап намезанӣ. келид чӣ гуна инсон буданашро ту аз ман ҳам хубтар медонӣ, зафар. рӯзе бо ту ҳам зид шавад, туро низ мекушад. барои ӯ ба ғайр аз худаш қувва ва пул дигар чизе аҳамият надорад. дар як ҷояги ба ин хотима бахшида метавонем. ҳама чиз ба охир расид. тамом шуд. зафар накун. зафар накун. ба ин қадар ҷиноят ва хиёнат шоҳид шудӣ. то кай хаб мекунӣ? сарде. зафар накун. накун. илтимос лозим нест. илтимос, зафар. маҷбур ҳастам. маҷбур. чӣ мехоҳӣ, килич? барои чӣ омадӣ? дар тарафи хато ҳастӣ, печерӣ. ту ба парвиз фароҳӣ ташаккур бигӯ. туро ин дафъа мебахшам. ин аязро бигирӣ. истед. аз ин ҷо як пашаро нахоҳӣ гирифт, киличдаҳам. ба даргоҳам омадӣ, пои ифлосатро гузоштӣ. вале бидон ки дар ин ҷо чизе ки хоҳӣ карда наметавонӣ. шунидед чӣ гӯ бачо? аз ин бармеояд ки ба даргоҳи султон печелӣ омадем, надониста ноҳурматӣ кардем. ҳамин хел аст? гӯш кун. ту худро кӣ мешуморӣ? туро чунон мекунам ки, туро чунон азоб медиҳам ки ҳатто тасаввур нахоҳӣ кард. симоятро чунон пора пора мекунам ки рӯи молат пинҳон карда наметавонад.
چی کار کردید؟ به مطبوعات زنگ زدید؟ این بگاه می آیند؟ به همه‌اش زنگ زدم جناب، اما جوابی رد گرفتن. یگان تا اونا به نشستی مطبوعاتی نمی آیند. چی خیل نمی آیند؟ آید قلیج دهن نگفته؟ کارهای میکند که ترکیه را به پا میخزانند نگفته؟ گفتم جناب. با شنیدن نام کلیج دهن در حال از دعوت دست کشیدند. گل ما رو میشنوی؟ گل حجت ها کجاست؟ آنها را در کجا پنهان کردی؟ زود بگو. گل گوش کن، این شراب عجم است. تو هم میدونی. کمی پس تمامی عصبت را محو میکند. به این هم بسیار تاب نمیاری. زود عذاب نکشیده گپ زن. فرهاد میترسی کلیچ؟ چونان میترسی که از بویش فهمیدم. بیترس. حالا همه چیز نو سر می شود. جانهای گرفته‌ات با همه افلاسی های کرده‌ات یک جواب میدی. در دو دنیا عذاب میکشی کلیچ. تو با پیچیلی تو این نوع آدم ها را محافظت میکنی؟ برای آنها بر ضد من کلیج دهن میبرایی؟ تو چی کار کردن از آن نمیدانی؟ برای چی اینها را محافظت میکنی؟ چرا؟ در این دنیا همه منفیت دارد کلیج دهن. البته من هم به مانند تو منفیتی دارم. اکنون آدمانت را گرفته از اینجا برآمده رو. تو باشه جناب فرهاد. حالا با تو کارم تمام نشده است. در زیر کدام سنگی که پنهان نشوی. در چقوری دوزخ روی هم تو را مییابم. نزدیکانت راحت را انتظار خواهند شد. این حسابات تمام نیست. راست میگویی. حالا این حساب تمام نشده است. وقتی که دعای مادران قبول میشوند، وقتی که به آتش افروخته تو خودت میسوزی، وقتی که یتیمان کلان شده به نزد راست ایستند، این حساب آن وقت به آخر میرسد کلیچ. آن وقت روزی می آید آسیا به نوبت است. نوبت آنها هم میرسد. میرویم. رفتیم. اکا خوب هستی؟ تو خوب هستی؟ خوبم شیر بچه، خوبم. تشکر زیاد. گپ زن گل، گپ زن و خلاص شو. نمیتوانم. میتوانی. گپ زن.
خوش کنی گپ زن و خلاص شو. فرهاد فرهاد زود باش. آخر باید با کارس رفته انتظار می شدی. بیاز را همراه یافتنی بودیم. بیاز را پیدا میکنی. تو خواهرمون را پیدا میکنی. شاید در براتون من نمیشوم، اما تو یافته به خواهرمون صاحب میشوی. نه نمیشود اکا. همراه میابیم. همه یک جای به ده همون میرویم. تو رو رها نمیکنم. پدر و مادرم را از دست دادم، اما هیچگاه شان و شرفم را از دست ندادم. ایاز، اگر از گل و وطنم روی گردانم، چه خیل سرم را میبردارم دادرم. با تو چی گفته بودم؟ اگر برای این یک جان دیگر رفتنی باشد، رود. بگذار آن جان جان من باشد. اکا راست ایست شیر بچه، راست ایست که آرمانم نماند. چی نقشه داری فرهاد؟ چی کار میکنیم؟ امشب جناب تحسین حمله آخران را میکند. پیش از این باید گل را پیدا کنیم. میدانی که او در کجاست؟ نه، اما پیدا میکنم. در کجا حجت ها را پنهان میکنند ظفر؟ چیزی نگفت جناب. برای گپ نزدن بسیار کوشش میکند. حیوان ها همه تان بر ضد من هستید. پدر سگ ها، بی ناموس ها. فکر میکنید که مرا تمام میکنید؟ همین خیل است؟ گویا مرا به آخر میاره. من کلیشتهان، کسی میانی مرا شکسته نمیتواند، برای آن که من کلیشتهان هستم. حیوان کلیشتهان. جناب چی میگویی؟ ایاز چی؟ ایاز پیچلی آنها را محافظت میکند. تمامی دنیا یک جای شده به من حمله میکنند ظفر. کوشش میکنند مرا تمام کنند ظفر، اما نمیدانند که من مغلوب ناپذیرم. فهمیدم. اینو ده کشا. حالا تمامی این دارو را به وجودت روان میکنم. اگر تو نخواهی گپ نزن. برای با ژتین وارد شدن چنان یک روی کرد. تصور هم نمیکنی ایاز. باید ببینی. او کیست اکا؟ گل باره هم یک روی رو بس نکرد. به خانه روم، پیش رو هم را میگیرد. با عملیات میروم، در ماشین پنهان میشود. گل حاضر مرا یک رو میگوید، لیکن آن زمان وای از من هم زیادتر یک روی میکرد. نه نمیشود میگویم. تو به من امانت اکاد بلال هستی میگویم. در گویم دیوار میفهمد. خلاص در آخر مرا راضی کنند. من باشم به او مخفیانه یاد دادم. با دستش سلاح را داده. هدفی را نشان دادم که دیده نتواند. ای دختر اکنون پران گفتم. پران بینم. اما دستش می لرزید. ترس داشت.
گریه کنون من باری دیگر خوبتر میپرونم گفت، لیکن من اجازت ندادم. خانه رفته خاموش میشینی. راضی شد. اگر پرونم تو مرا هم با جدی قبول میکنی. وعده دی گفت. من البته راضی شدم. آخر هدفی رو به نشان گرفته نمیتواند. ایاز آن هدفی که چشم نمیدید با مانند افسری 40 سال تجربه دار هدف را به نشان گرفت. خدایا آفرین به پیگو. به نزدم آمده وعده داده بودی. به وعدت وفا کن گفته. من به وعده‌ام وفا کردم ایاز. سالها پشیمان شدم. آن تیرهایی که به هدف رسید گویا که همه‌اش به جگرم زده باشد. نفسم رو پخش کرد. اکا او رو سخت دوست می‌داریم؟ این خاموشی تو علامتی تصدیق است. درون میسوزی و چیزی گفته نمیتوانی. میخواهی داد زنی اما نمیشود. میدانم اکا، میدانم. از همه جای ضعیف انسان دوست داشته است. جناب، آنها تنها یک نفر را میخواهند. این هم باشد فرهاد است. بله، شاید برای ما جانی فرهاد اهمیتی ندارد، اما معلومات و حجت‌های در دست داشته‌اش بسیار ارزشی والا دارد. با واسطه فرهاد بر ضد اورکچی معلومات‌های ارزشمند را به دست می‌آوریم. همین طور با آنها کاری خواسته‌تان را اجرا می‌کنید. تشکر زیاد جناب. نوشاگیر اینجا بیا. بسانو بشین. کماندان چی شد؟ التماس مرا نکشید. دمت را گیر. ببین این دختر را با دقت نگاه کن گل. این را نیز بکشم؟ به این هم احمق است. این را نیز بکشم؟ کماندان این حال از رابط فرقی ندارد. مکانیزم وجدانش کار نمیکند. کمی وقت دهید. آخر او از تاثیر دارو خلاص شده نمیتواند. کمی پس همه قوتش را نیست میکند. کماندان بگو. اورکچی نام شخص شما را دیدن میخواهد. فهمه بیرون برا. خیر با پرویز صحبت کردید؟ واخوردید؟ واخوردم. مسئله شخصی پیچیده‌ای بوده، به کار دولت علاقمندی نداشته است. برای همین گفت که دخالت نمی کند. چه خیل دخالت نمی کرده است؟ فرهاد سگ در نزد آن حشرات سیاه است. مگر اینها دوست نیستند؟ آخر دوست بودند کن. تهدید کنید.
در دست یگان اساس ندارید. آنها را استفاده کنید. برای خاطر یک بچه عادی قشلاقی میخواهی نقشه 100 ساله را ویران کنم؟ گذشته تو پایت را گیر کرده است گفته ما خود را به آتش نمیپرتاییم. ایرلیک هان و 7 اژدرها 100 سال می شود که برای ساختن این ساختار کوشش می کنند. نام ها می گذارند اما دعوایمان دائمی است. از برای همین نه برای تخم قشلاقی و نه برای تو آینده من را فدا نمی کنیم. تو تنهایی. آرکچی، اگر من تمام شوم همه‌تان را نیز تمام می کنم. آن دعوای 100 ساله اتان را با یک حرکت به آتش می پرتایم. تا این وقت بسیار آدم ها را کشته ای. برای همین خود را عزرائیل می شماری کلیچ. تو شیطان یک سویستد. حتی پشم شیطان هم شده نمی توانی. باوری یگانه ای تو همین سلاح خونوکت است و تیرهایی که دشمنت را کشته می توانی یا نه معلوم نیست. اما روزی می شود که آن تیرهایت تمام می شوند. حتی تیر پیدا نمی کنی که به سری خود پرانی. یعنی تو به ما ضرر رساندن نمی توانی. تا امروز تو را بسیار بخشیدم، اما من بعد دفتری بخشیدن پوشیده است کلیچ. آرکچی، مرا برای کرده هایم بخشیدید. از من دست کشیده نمی توانید، کرده هم نمی توانید. این را به سرت جای کن، بفهم. پس کاری بکن که بفهمم. برای آن که وقت برای مردنت پیش می رود. تیک تک، تیک تک. گپ نزدم. همه به بیرون برایت. اکنون بگو حجت ها در کجاست؟ تا امروز من باری هم به تو سخنی بد نگفتم. اینقدر سال در برم بودی، حتی دشنام هم نکردم. حجت ها در کجاست؟ بگو بگو زود. تنها یک نام میگویی. صراف. چی؟ صراف. چی گفت؟ صراف. کی؟ بگو چی گفتی؟ در دست امکی صراف. امکی صراف در دست امکی صراف. فهمم. خب دوام ده. در خزینه خونه‌اش است. در خزینه خانه صراف است. عالی. چند سال است که هم دیگر را میشناسیم مرد؟ به هر حال 30 سال شده است. پیر شدیم تحسین. بله، پیرمرد شدیم.
به تو یک خواهش آخرینم را میگویم مرد. مرا به برنامه دعوت کن. من آن حجت ها را یک یک شرح میدهم. تحسین، میدانیم ما مدتی دراز با هم دوستی داریم. سخنی تو را رد کردن نمیخواهم، اما نمیشود. مرا به حال خود نمیگذارد. سرم را به بلا گرفتار نکن. در یاد داری وقتهای پیش جنازه هست گویند زود به بیرون برآمده کی بودنش را میفهمیدیم و زیق میشدیم. امروزها در مسجدهای کشور از آن هم بسیارتر خبری جنازه را میشنویم. هر روز خبری 10 افسر شهید را میگیریم. دلمان برای کدامش زیق شود به حیرت افتاده است. آتشی درونمان خاموش نمیشود. تو حالا به بلا گرفتار میشوم گفت این خبر را پهن کردن نمیخواهی. در این حجت و حق مادران شهید، آینده کودکان یتیم، دعاهای دخترانی که کرته عروسیشون را همراه همفاتیشون گور کردن هست، مگر برای اینها به بلا گرفتار شدن ما ارزنده است؟ بگو، ارزنده است؟ این بگاه ساعت 8 تیار شد. ما در برنامه اشتراک میکنیم. سحر به روزنامه هایمان آن حجت ها را نشر میکنیم. در یک صحیفهش جای میدیم. رفیق من که نامش بر این مرد است، این خیل گفتنت را میدانستم. خدا از تو راضی باشد. ها، قهرمان این حادثه را جیغ زد. اگر خلق از دهانی او شنود تأثیرش بسیارتر میشود. زنده باش. سلامت باش دخترم بیاس. تشکر دخترم. دستونت درد نکند. اشتهای تا این چی؟ نمک. خوب هستی پسرم؟ خوبم. نیتم را میدانید. با امر خدا و قول پیغمبران بیاز را به زنی گرفتن میخواهم. میدانم این گپ را نباید من گویم. من هم میخواستم که در اینجا پدرم باشد، اما شما برای نیک و انسانهای خوب نیستند. منبر نیستند. من هم مثل بیاز یتیم هستم. شاید در دنیای انسانی اولین شخصم که از یتیم بودن خرسند هستم. منبر درباره شما هستم، درباره انسانهای خوبم. مایلش خوب جنابی سمش. پس از آیله‌دار شدن برای خوشبختی دخترمان با ما وعده میدهی؟ با شما وعده مردانه میدهم که برای خوشبختی او همه کار رو میکنم. گوش کنید، تا خزینه را پیدا نکنید صراف را نمیکشید. فهمیدید؟ به ماشین ها سوار شوید. تو در اینجا بیست.
بیایید. کماندو 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 نمیره. کماندو کماندو نمیره نمیره دیکتیموس. کماندو نمیره. خداوند مددگار ما شو. تمام می شود ظفر. روزهای نزدیک من هم به راحت نفس می کشم. از عذابی در گردنم بوده خلاص می خورم. خوش آمدی شیر بچه. نهایت انجام می‌یابد جناب تحسین. در یک جایگی این کار را به آخر میرسانیم. برای نوار ما را انتظار هستند. اگر دیر نکرده باشیم کلیج بعد پخش نوار به گل اهمیتی نمیدهد. چاره گریختن این کشور را میکند. گل را نجات میدهی. آرام باش. رفتیم زود از همه که صرف حجت ها را گرفته این کار را به نقطه آخرینش میرسانیم. همین خانه است. همین. آن شخص در درون است. عالی. از این برمیآید که کسی به ما خلل نمیرسه. وارد شوید. درآید. زود زود باشد. خزینه را بیاره. سمی الله. فهمو مرد. فهمو برادرم. تو بازدید. مرد زنگ زد. میخواهد که 1 ساعت بر وقت پخش نماید. کمی زودتر ران فرهاد. نین باید تمام میشود. گل را پیدا میکنیم. من میپرم جناب تحسین. پرواز میکنم. حالا میبینیم. خزینه را یافتیم جناب، ولی رمزش را باید معین کنیم. رمز خزینه چیست؟ پیرمرد، رمز خزینه چیست؟ رمز را بگو ای انسان. السلام علیکم. السلام علیکم. برخیز.
گوش کن. به تو یک سوال دادم موی سفید. رمز خزینه چیست؟ کلید خزینه بسم الله. تو چی میگویی حیوان؟ چی میگویی؟ به بسم الله یکان در گشاده نمی شود، در خزینه هم گشاده نمی شود. اما دیر باز تو بسم الله را فراموش کرده ای. زبانت افلاس شده، کلمه هایت قبیح شده است. بیهوده آواره نشو. آن خزینه گشاده نمی شود کلیچ. تو توبه میکنم گویی فکر میکنم. توبه؟ توبه؟ بگیرین به تو توبه است. خزینه را ببرید. گوش کن موی سفید. در روزهای نزدیک همتان پایم را بوسه میکنید. تو، فرهاد سگ، حتی تمامی دنیا. فهمیدی؟ این افلاس را برید. نسبتی من به حرمتی کردن چیست؟ میفهمم. زودتر ای برادر، زودتر. خوب شد است که حاضر. چی گپی از جناب تحسین؟ آنها آدمون کلیشند. شما در ماشین استید؟ خودت را احتیاط کن فرهاد. فرهاد، امکی صراف. امکی صراف. امکی صراف. جناب تحسین، من خزینه رو میبینم. خزینه رو بردن جناب تحسین. امک صراف. ناممکن است. این ناممکن است. کماندون خوب هستید؟ تو کیستی؟ آی شهوردگ ارزروم، امر دهد کماندانم. داد نزن آیشه، داد نزن. سخت ترسیدم، فکر کردم که مرده. بیبیم هم همین خیل وفات کرده بود. حق کرده خواب کرد و اون خاموشی آخر نداشت. تو هم خاموش باش. کماندان، برای شما یگان خدمت کنم؟ جناب، برای چی اینقدر مشغول میشه؟ خودش رو کشاین میارم. ظفر، میخواهم که در درون چی بودنش را بدانم. فهمیدی؟ تا این وقت همراهی کی کار کردن؟ حجت ها را چی به دست آوردن؟ از کی ها یاری گرفتن؟ شاید خائنی بسیاری باشد که ما نمیدانیم. تا حال کشاده نشد؟ عالی، یک طرفی.
زفر به همه آدمانت بگو این حجت ها را با دقت از نظر گذرانند، بعد از آن نست کنند. جناب ما چیکار بکنیم؟ ما باشیم از پس نست کردن دیگران میشویم. رفتیم. زود همه‌اش را از نظر گذرانید. اماکی سراف خوب هستید؟ خوبم دخترم، خوبم، خواطر نشه. قواتتان با موی سفیدان میرسد. به ناموس ها. عمرت به پایان رسیده است. دعای آخرینت را بخوان. بهترش اماکی صراف دعا کند، او خوبتر میره. به همه‌اش من سبب شدم. من اکا این کارو نکن، این با سببی تو نیست. با سببی من نباشد، با سببی کیسه است. مردی 70 ساله بود، باید نبره‌هایش رو با بغلش گرفته مویش رو سیله میکرد. من او را به این کار داخل کردم. بلال رحمتی، گل، جناب حسن، جناب تحسین و حالا باشد اماکی صراف را من به این افلاسی داخل کردم. براکی شهیدی داخل نمی شود فرهاد. تنها و تنها در آن راه با غرور راه می گردد. اگر لازم باید بر ضد نمرود هممان ابراهیم می شویم، موسی می شویم که بر ضد فرعون بود. در این راه با صبر ایوبی می رویم. اما که صراف هم به مانند آنها به این راه سر ماندند. گفته هایت را بفهم، فکر کرده بعد گپ زن. اما بفهمید جناب تحسین، به جای مناقشه بهترش فکر نجات دادن آنها را کنیم. یگان خبر هست؟ اپای بی از شما گریه میکنه؟ اویلا دور میشوید، به جایی که خورسند شوید برای چی گریه میکنه؟ کوان شوید تو همه رو میفهمی. تو هم به مانندی من یتیم هستی. شاید یگان روز یگان چاره پیدا میشود، چشمانت بینا میشوند. تو یکی رو دوست میداری، لباسی عروسی میپوشی، اما نزدیکانه در نظر نمیشوند، از دستت نمیگیرند، از پیشانیت بوسه نمیکنند. دائما یک چیز کم میشود، خود را تنها حس میکنی. آخر تو یتیم نیستی. من هستم، مگر من خواهرت نیستم؟ بله، تو خواهرش، من مادرش هستم. خلیل باشد پدرش. مگر یتیم میشوی؟ این برای تو بیاز جان. از بس که پولمان کم بود لباس عروسی خریده نتوانستیم، اما به مانند نامت سفید است، به مانند ناموست پاک است. بسیار زیباست مادر صدیقه. خوشبخت شو بیاز جان. خدا روزهای نیک را نصیبت گرداند.
او را اول به خدا بعد به تو امانت میسپارم پسرم. گریه نکن بیاز. دیگر وقت خرسند شدن است. اکنون خنده کن. برای من خنده کن. التماس تبسم کن. احتیاط کن ای دختر، آنها با ما در کارند. اطاعت قماندان. اویشه با من باور میکنی؟ با گفته هایم باور میکنی؟ پس از دیدن این حادثه ها تنها با شما باور میکنم قماندان. به این هم دست کشیدم. این کارو خاصی من نیست. خالم یک کارخانه خورد دارد، در اونجا کار میکنم. به خانه هم نزدیک، با یک اتوبوس رفته میآیم. اویشه خب کن، خب کرده مرا گوش کن. میخواهم که با یک رقم زنگ زده جایمون رو بگویی. فهمیدی؟ زود آیشه، زود کرده میتوانی. در اینجا تنها او حقیقت رو میداند. زود زود. کجا میروی؟ آیشه اردگیر دروم، یک خواهش دارم قماندان. داد نزده بگو چی میخواهی؟ باید به حاجت خانه روم قماندان. فهمو چرا داد میزنی؟ این خیل باشد رو. یا بسم الله. چرا یگان آغاز نیست؟ خدایا گناه های مرا ببخش. کلمه عرضه کن. اکرم بر این مرا به مرتبه شهیدی رسون. از تو پناه می جویم خدایا. تو چگونه انسان هستی؟ ذره از خدا ترس داری؟ نکن، نپران. در حیات دقلن یک بار کاری درست کن. قلیچ پشنگ را پخش نکن. آن دختر یگان عیب و گناهی ندارد. بیمان تا زندگی کند. موی سفید تمت را گیر. این دختر یگان کاری نکرده است که به مرگ سزاوار باشد. چیکاری که کرده باشد برای وطن و ملتش کرد. تو هم مثلا یک مراتب برای وطن و ملتت یگان کاری کن که نیش دهد بیمان زندگی کند. پیرمرد خاموش شو. نزن. جناب ایستید، او را نکشید. تو چی میگویی ظفر؟ برای به دست آوردن فرهاد او را استفاده میکنیم. فرهاد گل را بسیار دوست می‌دارد. شما دائما میگفتید که نازکی مرد عشقش است. چه خیلی که خواهیم او را بدام گرفتار میکنیم. گپت درست است ظفر، درست است. این طور باشد من نه گل را بلکه جناب صراف را میکشم. خوش جناب صراف، گل را عشقش نجات داد. میبینیم که تو را کی نجات میدهد. نکن، او یگان گناهی ندارد. سببگار این همه من و فرهاد هستیم. کشتنی باشی مرا بکش، او بیگناه است. دیدی ظفر چقدر صحنه احساساتی است. هر دو برای یکدیگر جانشان را فدا میکنند. حالا دلم نرم شد. گوش کن چی میگویم امکی صراف. اصلا حجت ها را گرفتم. به تو بر این کهنسال احتیاج ندارم. اما یک چیز هست. گفته بودم که وقتی می شود تمام دنیا به نزدم تعظیم می کنند. حالا از تو شروع می کنیم. به من تعظیم کن.
چی گفتی؟ به این هم زنده یا مرده به پایم میغلطی؟ انتخاب کن موی سفید. این چگل بود؟ با این طرف نه، با این طرف. چی شد پیرمرد؟ چی شد؟ گوش کن، در یک روز چند وقت دو قط شده میخیزی؟ 5 وقت. زفر، اکنون 1 وقت برای من دو قط میشوی. این چه میشود؟ مثلا کدام کارم را میبخشی؟ آیا گناهایم را بخشیده میتوانی کلیج دهند؟ در جوانی هم یک بیچاره را زده بودم، بعداً به مسجد قدم نمیگذاشتم. تا حالا در یاد دارم. وجدانم عذاب میدهد. قوتی داری که این درد را خاموش خطای کردم را اصلاح کنی؟ باز 1 سال میشود یک نمازم را قضا کرده بودم. دلم آتش گرفته سوخته بود. مگر آن را بخشیده میتوانی کلیج؟ تو کیستی؟ خود را کی میدانی؟ چی حق داری؟ پیرمرد، به تو میگویم که به پایم تعظیم کن. جانت را میبخشم حیوان. زنده من گویم زنده میمانی. این را تنها خدا میتواند گوید. اگر خدا در همین جا جانم را گیرد، آیا تو مانع شده میتوانی؟ ذره نمیترسم کلیچ. در همین جای پران با گفتن لا اله الا الله بمیرم. جان را منت میشمارم، اما برابری 1 نقطه، 1 ریزه نان در دل ترس خدا مانده باشد، خواهشی آخرینم را میگویم. وقتی نمازی پیشین میگذرد، اگر این را نخوانده بمیرم، با ارمان از دنیا میگذرم. به من اجازت ده این نمازم را بخوانم. دیوانه هستی ای مرد؟ آخر به تو جانت را میبخشم میگویم. گوش کن، تو را میکشم میگویم. تعظیم کن، زنده میمانی میگویم. فهما کلیج دهن، من هم همین خیل میگویم. بیما نمازم را خوانم، بعد مرا پران. در تاپانچه‌ات چقدر تیر داشته باشی همه اش را خالی کن. حتی برای من بر این پیرمرد اسراف تیر لازم نیست. بیهوده اسراف نکن. در همین جای گلو گیر کن تا که نفس گرفته نتوانم. اما اجازت ده پیشینم را بخوانم، نمازم را بخوانم، وگرنه وقتی نماز میگذرد. ای زود کشاده شو. کشاده شو. الو، تو کیستی؟ تو رو میپرسند. الو، من اردک، آیشه اردک. کدام اردک؟ تو کیسی دکتر؟ آیشه اردک ارزروم. امر دهید قماندان. من از شیتم هستم.
ها تو از کجا این رقم رو یافتی؟ قماندان گل داد. با او رفتاری بد میکنم، عذاب میدهم. رقم رو او داد و گفت که جایمان رو بگو. پس تو جای گل رو میدونی؟ با تو چخل باور کنم؟ نمیدونم. آخر قماندان گل گفتم که قماندان دو چشمم کور شود اگر دروغ گویم. به دهه این جن آمده یک مهمان خانه ای هست، آمده او را نجات دهید. الو قماندان می آید؟ الو کی زنگ زد؟ از جیتیم یک نو شاگرد. جای گل رو میدونسته است. من باید روم. ایستا فرهاد، شاید این برایت دام باشد. بله اکا، شاید خیلیش میخواهد که تو را به نزد خود جلب کند. اگر این خیل نباشه چی؟ این دختر حقیقت را گفته باشه چی؟ یا اینکه گل اما کی صراف در واقع در آنجا باشند؟ با من کسی مانع شده نمیتواند. من میروم. پس من هم با تو میروم. با یگانجا نمیروی ایاز. من هم میروم اکا. با یگانجا نمیروی ایاز. من چند نفر رو از دست داده میدانی، تو رو نیز از دست داده نمیتوانم. برای همین با یگانجا نمیروی. من هم نمیگذارم که تو تنها روی. من چند نفر رو از دست دادم؟ ها؟ چند نفر رو از دست دادم؟ فکر میکنی که کمتر است؟ بحث کردن نمیخواهم. من هم میروم. کسی تنها نمیرود. همه یک جای میرویم. در اطاعت من یک دنیا آدم است. اگر این دام باشد، دامشون رو به سرشون میزنم. راه کرد پیرمرد. راه کرد گفتم پیرمرد. Ne feryat edersin divane senin bu feryadına gülşene dalsın. Senin bu feryadına gülşene dalsın. Bu dünyada акаҳоям, акаи Фарҳод, акаи Аяз, ман оиладор мешавам. медонам аз ман меранҷед. мехостед ки дар ин рӯз дар бари ман бошед. акаи Фарҳод, барои чӣ камарбандатро ман набаста мегӯед? акаи Аяз, шумо ҳам зуд меранҷед чаро ман набастам гуфта. шояд муноқиша мекардед, баднасиҳат мекардед. инсони нек шав ва ҳеҷ гоҳ аз роҳи рост нагард мегуфтед. медонам дунё ҷои бадхоҳон аст, макони килиш даҳам бар ин золимон аст. аммо мо ҳам дар ин ҷо зиндагӣ мекунем, вале дар роҳи рост мешавем, ваъда медиҳам. ман ва писари ӯ Саваш. саваш инсони нек аст, ба ман бовар кунед, ба монанди падараш нест. акаҳоям, аз ман наранҷед, ба фикрам ман ӯро дӯст медорам. омадем биаз.
Kardeşim parasını ver, kaçma. Aka نگریز من میآیم. اکا ایستادم التماس. حاضر او را دستگیر میکنم. مرا انتظار شوید اکا جان. زودتر باش زودتر. ایستا اکا جان التماس. من تو را داشتم بکت نمیدهم. اکای فرهاد، اکای ایاز، من بیاز شما را سخت دوست می‌دارم.